امروز 5 ایون است. نگاه به سرخط گزارش‌های برنامه. پرزیدنت دونالد ترامپ ورود شهروندان 12 کشور و از جمله ایران و افغانستان به آمریکا را منع کرد. حمله تروریستی اخیر در شهر بولدر ایالت کلرادو شهادت تهدیدهایی می باشد که کشور ما با آنها روبروست. در حالی که حاجیان در کوی عرفات جمع شدند، در تاجیکستان مردم از بالاروی نرخ چارواهای قربانی ناراحت شدند. قیمتی کی ای کیلو در قیمت بفروشند گوشت. زنی بی سرپناه که با 2 کودکش در واگن به سر میبرد از مردم سخاوتمند کمک خواسته است. میخواستم که یکم کورس بزنم به حد زندگیم قیم اکا جناب. مقامات آمریکا میگویند که یک شهروند روسیه و زاده تاجیکستان را با اتهام ارتباط با القاعده دستگیر کردند. اداره مهاجرت آمریکا روز 3 ایون با نشر یک بیانیه رسمی گفت مردی 39 ساله تاجیک را در همکاری با ماموران امنیتی FBI و یا بیوروی تحقیقات فدرالی آمریکا صبح 23 می در شهر فیلادلفیای ایالت پنسیلوانیا دستگیر کردند. در همین حال دونالد ترامپ پرزیدنت ایالات متحده آمریکا روز گذشته قرار امضا کرد که به شهروندان 12 کشور حق ورود به آمریکا را نمیدهند. تفصیلات در گزارش همکارم خیرامان بقازاده. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ دستور داده است که سر از هفته آینده شهروندان 12 کشور از جمله ایران، افغانستان و یمن از حق ورود به آمریکا محروم شوند. پرزیدنت آمریکا در این فرمانش میگوید من باید برای حفظ امنیت ملی و منفعت‌های ملی آمریکا و مردمش چاره اندیشم. در نواره که روز 4 ایون در شبکه ایکس نشر شد، ترامپ سبب قبول این تصمیم را شرح داد. حمله تروریستی اخیر در شهر بولدر ایالت کلرادو شهادت تهدیدهایی می باشد که کشور ما با آنها روبروست. این افراطگرایی از دست خارجیان است که بدون تفتیش مناسب وارد آمریکا می شوند و بعد ختم ویزاشان هم از کشور بیرون نمی روند. با اتهام راه اندازی حمله بولدر که باعث جراحت 12 نفر گردید، یک مرد مصری بازداشت شده است، اما نام کشور مصر در این رویخط شامل نیست. همین طریق از 9 ایون ورود شهروندان افغانستان، یمن، ایران، میانمار، هایتی و 7 کشور افریقایی سومالی، سودان، لیبیا، چاد، کنگو، گوینه و اریتره منع شده است. علاوه بر این محدودیت‌های بیشتری برای مسافران کشورهای بوروندی، کوبا، لاوس، سیرالیون، توگو، ترکمنستان و ونزوئلا جاری خواهد شد. در دور اول رئیس جمهوری ترامپ ورود شهروندان 7 کشور اساساً مسلمانی را به آمریکا منع کردند، ولی بعداً مأموریت پرزیدنت بایدن این اقدام را لغو نمود. سال 2023 در رفت معرکه پیش از انتخابات ترامپ وعده داده بود که منع ورود شهروندان از کشورهای مورد تشویش را برقرار می‌کند. فرمان 4 ایون بخشی از برنامه مفصل مبارزه با مهاجرت است که ترامپ در آغاز دور دوم پرزیدنتیش اعلان کرده بود. ماه ژانویه او به اعضای حکومت آمریکا دستور داده بود که روی خط کشورهایی را که شهروندانشان قبل از ورود به آمریکا باید از تحقیق جدی امنیتی گذرند ترتیب دهند. مقامداران ونزوئلا با اشاره به فرمان اخیر ترامپ از شهروندانشان تقاضا کردند که از سفر به آمریکا خودداری کنند، ولی سومالی فوراً پاسخ داد که حاضر است تمام مسائل امنیتی را با واشنگتن در میان گذارد. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. زمینه یا اپ ما را بگیرید. مراسم حج در عربستان سعودی آغاز شد و در برابر بیشتر از 1 میلیون اعتقادمند قرار است امسال تا 7,000 شهروند تاجیکستان هم به زیارت مکه و مدینه بروند. با نظرداشت فوت زائران زیاد در سالهای پیش، مقامات عربستان سعودی گفتند که تدبیرهای امنیتی را قوی‌تر کردند تا از فاجعه ها و مرگ و میر زیاد زائران پیشگیری شود. همکارم طاهری سفر گزارش می‌دهد. بیشتر از 1,400,000 نفر از مسلمانان جهان زیارت حج را آغاز کردند. روز پنجشنبه موج عظیم زائران به سمت کوه عرفات حرکت می‌کرد تا آنجا را هم زیارت کنند و نماز بگذارند.
سال پیش به سبب گرمای طاقت فرسا و حرارت 51 درجه بیشتر از 1300 زائر در عربستان سعودی جان دادند. مقامات گفتند برای راه ندادن به این تدابیر امنیتی را تقویت بخشیدند. از جمله زیارت حج برای کودکان تا 12 ساله را منع کردند. آنهایی را هم که غیر قانونی به مکه و مدینه وارد می شوند $5000 جریمه می بندند و برای 10 سال از حق بازگشت به عربستان سعودی محروم می کنند. مقامات انتظامی گفتند تا روز یکشنبه گذشته صدها هزار نفر را که می خواستند غیر قانونی به مکه وارد شوند به این شهر راه ندادند. ما تعداد زیادی ساکنان و افرادی را که سعی داشتند به اجازه به مکه وارد شوند راه ندادیم. بیشتر از 269678 کس را از گذرگاه‌های مکه بازپس گرداندیم. عین زمان 109632 ماشین را که افرادی به حق ورود به مکه را می آوردند از گذرگاه‌های مکه عقب فرستادیم. تحمل اشخاص غیر مصرحین. با گفته مقامات سعودی بیشتر از 80% آنهایی که سال گذشته هنگام زیارت هلاک شدند از جمله صدها مصری و اندونزی غیر قانونی آمده بودند و جای اقامت و نقلیات درست نداشتند و از این رو به گرمای طاقت فرسا تاب نیاوردند. حج یکی از 5 فریضه های دین اسلام است ولی اکثریت مسلمانان جهان امکان انجام آن را ندارند چون قیمت سفر به عربستان سعودی وابسته به دوری هر کشور از $4000 تا به $20000 می رسد. برای مردم تاجیکستان قیمت سفر و زیارت حج امسال تقریبا $6000 است و عربستان سعودی به 7000 شهروند کشور اجازه داده است که امسال به زیارت مکه و مدینه بروند. وزارت تندرستی عربستان سعودی امسال از زائران خواست قاعده های زیارت را رعایت کنند تا از گرمای طاقت فرسا امین مانند، از جمله از ساعت 10 تا به 16 چتر بگیرند و پیوسته آب بنوشند. امسال مکان‌های سایه‌دار را در مکه تا 50000 متر مربع وسیع کردند و سیستم های علاوه‌ای سردکنی هوا را گذاشتند. راه‌ها را طوری ساختند که حرارت را نگه ندارند و امسال برای پیشگیری از بی‌بندوباری و تلاطم و تنظیم حرکت زائران از درون‌ها و هوش مصنوعی استفاده می‌بردند تا فاجعه‌های سال‌های گذشته تکرار نشود. 10 سال پیش هنگام زیارت مینا 2300 نفر زیر پا مانده هلاک شده بودند. ساکنان در تاجیکستان هم برای تجلیل از عید قربان آمادگی می‌بینند. افرادی که توان قربانی کردن دارند از بازار گوسفند و بز می‌خرند تا سنت این عید را بجارند. همکارم محمود جان رحمتزاده به بازار فروش چاروار رفت و از آنجا این گزارش را آماده کرده است. این برادران از مالبازار کلاب گوسفند قربانی خریدند. گوسفندی را که به گفته آنها تا 2 هفته پیش 2400 سومانی ارزش داشت. حالا آن را به 2800 سومانی گرفتند و میگویند بالا رفتن نرخ به انصافی است. صاف شد نمیتا قیمتی ای کی ای کیلو در قیمت بفروشن گوشت. چند سوم کیلو گوشتوزی در بازار؟ چند سوم دیگه؟ میگه که 110 سوم کشتا بگی نمی چی بگی. اما تاجران میگویند عید قربان به نرخ تاثیری نکرده است، بلکه خوراک چاروا به نرخ تاثیر دارد و مال از روی گوشت نرخ گذاری می شود. اوزی مقصد هست که مثال با کیلو شد، اوزی فقط با کیلو شد، مثال حساب کیلو چخل بگم مثال 20 کیلو هست، ممکن همین 90 چانسش بغلطه. مثال تو بلندش 5000 ممکن 50 کیلو کنه. نه که همون در همین چی خودش سازه مقصد بد نیست. او خود میخرن، همین محصولات همین او خود خوراک را میخرن. خیلی که حساب همون حسابش میکنه. 6 مردک منند میکنه، 7 منند میکنه، تربیت میکنه. در عرفه عید در این بازار کلاب بیشتر گوسفند و بز به فروش برآورده شده است. در بخش فروش گاو چندان خریداری زیاد دیده نمی شود. ساکنان برای قربانی بیشتر گوسفند و بز میخرند. چی میگه قیمت ها گفتن میگیره مردم قیمت ها گفت قیمت نیست. برای قربانی گرفتی قیمت نیست که 100 فایز که میگه که چه قیمت تام خیلی 2400. حالا نرخ و نوای چاروا با نوهایش از 2000 تا 20000 سومانی میرسد. این گوسفندی پرواری هم 12000 سومانی ارزش دارد. تاجران میگویند که آنها خریداران خود را پیدا خواهند کرد و شماره چنین اشخاص سال تا سال افزایش می‌یابد. این هم به نرخ مال تاثیر میکند. در منطقه کلاب هر سال در عید قربان 10,000 مال میده و کلان قربانی کرده میشوند. و در این بخش برنامه گزارشی رو از روزگار یک زنی نشر میکنیم که با کودکان خردسالش در داخل واگن زندگی میکند. محورای رحیم و ساکن محله چارباغ ناحیه ورزاب میگوید
5 سال باز در واگن زندگی دارد که تابستان خیلی گرم و زمستان خیلی سرد است. این هم آخرین سرپناه این زن است که میخواهند از او بگیرند. همکارم علیشیر ظریفی و امیر صویف از زندگی این زن گزارش تهیه کردند. میتسبه درونش بالای سر ما با تابستان زمستانش اومدن او روز بارانی باریدگی و همین باران رخ درون که شب بود نتونستیم اونجا رفتن. این زن بعد از جدا شدن از شوهرش با 2 کودک خردسال در این واگن زندگی میکند. ولی در اینجا هم تهدیدش میکنند که رانده خواهد شد. بسیار قینای چی که مثال میبیام میگن خیزه شما سویتون غیر قانونی اینجا استفاده نبره با من قانون سخت شدگی که چی کنه میگه نگیره سوید میگه ما نمیتونیم صاحب شیابی میگه قانونی کنه صاحبش میگه که خداتون بینه میگه استفاده برزاده بینه میگه نمیدونم که چی کار کنم انا باید خیلی شد که خیلی وضعیت موازبینه به حد وضعبین شدگی پلیس رایت میسپارین سری وقت پلیس رایت سری وقت میسپارم. محورای تا 2 ماه پیش در یک ماهی فروشی ظرفشویی میکرد. بیماری ستون مهره‌اش اوج گرفت و دیگر نتوانست کار کند. با کمی بهتر شدن وضع سلامتیش حالا در جستجوی کار است تا فرزندانش آمینه خان 7 ساله و بیبی آسیه 5 ساله را به ویا رساند. پس از تولد شدن بیبی آسیه شوهرش او را رها کرد. پسرچه به دنیا اومد 2 ماه شد پسرم گذشته. بعدی و چند سال دیگه گشتم بعد این دخترکم به دنیا اومد. بعدی ساز به زندگی من 2 سال زندگی که قطعی من سازه انا یک شد ای کودکم گفت که تو قطعی یگان کس یگان جا رفتگی ای کودک ایمن نیسته ای تهمت کردگی من ای کودک ایمن نیسته ای کودک من نیسته گفته همین قضیه جنگ و جنجال سر شد برو اومد رفت من ای کودک من 7 ساله کردم اینش 5 ساله کردم یک بار درم نمیاد که پرسکی تو چه حال داری در کجا هستی. اکنون باری زندگی رو محورای رحیم و 36 ساله به تنهایی میکشد. وی نمیتواند همراه با کودکانش در منزل والدین به سر برد زیرا میگوید شرایط زندگی آنها هم خوب نیست. یا دادره دارم که هم دادره کمتون یاردم میکنم که از نیست و در فدراسیون روسیه اکنون هم زن داره زندگی داره و کودکام که هیچ که نیست شرایط ندارم یگان کسب یا که مانم برام با کار کنم یگان کاری سبک یابم که کنم موافقه میخوام که یگان کاری سبک یابم به حد زندگیم قین اکا جناب وزبینه من همه خواهش دارم که همه مردم خیرخواه که یاردم کنن یگان ساتیق زمین گیرم که یک کلبک در اینا سازم. محوروی میگوید بارها به جماعت چارباغ ناحیه ورزاب مراجعت کرده است که به او کمک کنند ولی با سبب رسما در قید جماعت نبودن او را به گروه کمبیزتون داخل نکرده هیچ کمکی نرساندند. رئیس محله چارباغ در صحبت تلفنی گفت از شرایط سنگین این زن آگاه است ولی تاکید کرد که از محله دور است و از شرح بیشتر موضوع خودداری نمود. اکنون مجبور است فرزندانش را در این واگن کلان کند. زمستانش مثلا بود باران ده نمیشه زندگی کردن من تابستانش میشه کودکام نمیشینن در درون خانه میبرن بیرون و در آفتاب زدگی انشونه یا کودکی میدکیم کسله بسیار تبابت میکنیم شه همه حساب ما تو سومه جمع میکنیم که 2 ساعت زمین گیریم همه حساب کودک ما قلیچینی میکنم قلیچینی دامه کودک میره. محوروی پشیمان است که تحصیل نکرد و صاحب کسب و کار نشد. پدرش با سبب بد بودن وضع مالی خانواده تحصیل محوروی را هنوز در مکتب میانه قطع کرد. محوروی آرزو دارد که روزی صاحب سرپناه خواهد شد و با زحمت حلال فرزندانش را بزرگ خواهد کرد. سپاس که 15 دقیقه برنامه ما رو تماشا کردید. فراموش نکنید که خبرهای نو با تفصیلات بیشتر در سامانه آزادی ارگ و صفحه‌های رادیو آزادی در فیسبوک و تلگرام، تیک تاک و اینستاگرام و یوتیوب و ایکس نشر خواهند شد. با رادیو آزادی بمانید. خدا نگهدار.